أحلى وغاياتي بها عليا، حياتي بالقيام أحلى وغاياتي بها عليا، وكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا، حياتي بالقيام أحلى. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. صدق الله العظیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما عزیزان و بزرگواران را در برنامه هایی که تحت عنوان آداب اسلامی است، همه شما را خوش آمدید میگویم. در این برنامه بحث ما پیرامون آداب مساجد هست. خود مسجد فضائلی داره، خود مسجد عظمت و بزرگی داره که ما پیرامون فضائل مسجد، کسی که مسجد را اعمار میکنه، کسی که مسجد را میسازه و کسی که توجه به مسجد داره، بحث ما سر این مسائل نیست. بحث ما پیرامون آداب مساجد هست. موضوعی که پیش رو داریم اینه که در هر محلی، در هر منطقه‌ای که قرار داریم حتما مسجد هست. حالا این مسجد، وقتی طرف مسجد میریم چگونه آدابی هست، وقتی مسجد داخل میشیم چگونه آدابی هست. پس آداب مساجد را باید ما بفهمیم و بدانیم. الله سبحانه و تعالی میفرماید: و ان المساجد لله، مساجد از آن خداست. بیوت الله، خانه های که من و شما به خاطر عبادت به آنجا میرویم، خانه خدا گفته شده. الله سبحانه و تعالی این خانه ها را نسبت به خود داده که خود این عظمت و جایگاه مسجد را نشان میده. فلا تدعوا مع الله احدا. وقتی در مسجد دیگه داخل شدید، داخل مسجد دیگه جای شرک و جای بت و جای بت پرستی و جایی نیست که غیر خدا عبادت بشه. فلا تدعوا مع الله احدا، همراه خدا در آنجا باید کسی خوانده نشه، فقط ذات اقدس الهی در آنجا سجده میشه. آداب مساجد، اولین ادب با مسجد این که رفتن به طرف مسجد هست. وقتی طرف مسجد روان میشیم باید با تواضع و با وقار و به فکر این که من به خانه کی میروم. تو برادر مسلمان، تو خواهر مسلمان، همه ما شبانه روز 5 مرتبه من و تو به مسجد دعوت میشویم. صدای اذان بلند میشه، الله اکبر، الله از همه بزرگتره. اگر کار داری، وظیفه داری، شغل داری، این را بفهم. هر وظیفه بزرگی که داری، وقتی صدا و ندای الله اکبر را شنیدید، بفهم که الله از همه بزرگتره. در یک اداره کار میکنید، میفهمید که بلند سر تو آمیری هست. وقتی صدای اذان را شنیدی، بفهم و بدان که فرمان الله بزرگتر از فرمان این آمر هست. این وظیفه‌ای که داری وظیفه بزرگ است، اما فرمان الله بزرگتر هست، ندای الله بزرگتر هست. الله اکبر، الله از همه بزرگتر هست. پس وقتی طرف مسجد روان شدیم، با تواضع، با وقار و به این فکر که ما به خانه کی روان هستیم، کجا می رویم،
میریم به خانه مالک یوم الدین، به خانه ذوالجلال و الاکرام، به خانه ذاتی که غفور و رحیم و کریم هست، به خانه غفار الذنوب، خانه ذاتی که ما را طلب کرده که بیا لا تقنطوا من رحمت الله، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. در خانه چنین ذاتی که هر گناه و معصیتی کردی به خانهش، وقتی رفتید دروازه خانهش به روی تو بازه و از تو استقبال میکنه به رحمت خیش. پس به اینه که وقتی به راه مسجد روان شدیم از جمله آداب اینه که با خود این دعا را میخوانیم. این دعا: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن امامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحت نورا اللهم اعطني نورا. دعای راه مسجد، رفتن به طرف خانه پروردگار عالم، این از جمله آداب است که باید رعایت بشه. دوم، لباس نو، لباس پاک، لباسی که تمیز باشه، پاک باشه، انسان میپوشه و طرف مسجد میره. از جمله آداب هست. عطر بزنه، عطر و خوشبویی. البته باید متوجه باشیم که وقتی میگیم عطر زدن رو به طرف مسجد مخصوص مردان هست، نه برای زنها. زن حق نداره که عطر بزنه و از خانه خود بیرون بشه. این نشان دهنده ادب یک زن مؤمن نیست که عطر بزنه از خانه بیرون شه. اگر زن مسلمان عطر زد و از خانه بیرون شد، این نشان دهنده دور از ادب هست، نشان دهنده ادب نیست. سوم، از جمله ادبی که باید رعایت بشه مسواک زدن هست. رسول صلی الله علیه وسلم میفرمایند لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک. مسواک زده بشه رو بر طرف مسجد که میرویم. حالا به خانه الله سبحانه و تعالی نزدیک شدیم، میخوایم وارد مسجد بشیم. ادب دیگر چیست؟ این که وقتی پای خود را گذاشتیم به مسجد پای راست میگذاریم و چی میگیم؟ باز این دعا را میخوانیم: اللهم افتح لی ابواب رحمتک. خدای دروازه های رحمت خود را به سوی من باز بکن. وقتی که از مسجد بیرون میشیم پای چپ خود را بیرون میگذاریم و این دعا را میخوانیم: اللهم انی اسألک من فضلک. خدایا من فضل تو را میخواهم و فضل تو را سوال میکنم. و همچنین از جمله آداب مساجد اینه که وقت که به مسجد داخل شدیم و رو به طرف مسجد قرار گرفتیم، این آیه در ذهن می آید: و سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنت عرضها کعرض السماء. و سارعوا الی مغفرة، شتاب کنید به سوی رحمت پروردگار، به سوی مغفرت پروردگار، به سوی جنت. شما وارد مسجد شدید، تحیه مسجد میخوانید، 2 رکعت نماز، هنوز به جماعت وقت دارید، دعا میکنید، تلاوت قرآن دارید. از جمله آداب که ارتباط به مساجد هست اینه که وقتی به مسجد داخل شدید، بعضی انسان ها میبینیم وقت مسجد می آین اما در یک گوشه از مسجد می نشینن، فضیلت و فضائل صف اول را از دست میدن. از جمله آداب مساجد اینه که وقتی وارد مسجد شدیم، کسانی که در مسجد هستن میگیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، سلام میکنیم، میریم صف اول. فضائل صف اول،
رسول صلی الله علیه وسلم میفرماید اگر کسی قدر و عظمت و بزرگی و ثواب صف اول رو بفهمه و بدانه، حتی منجر به دعوا میشه، حتی قضیه به قرعه کشی میرسه. سیدنا سعید ابن مسیب، الله اکبر، دوستان خدا را ببینید، علما و بزرگان دین را ببینید، میفرمایند 30 سال چنان به مسجد داخل شدم که قبل از مؤذن بود. 30 سال چنان به مسجد داخل شدم که قبل از مؤذن بود و 40 سال نمازم از صف اول خطا نخورد. لا اله الا الله. سعید ابن مسیب رضی الله عنه، تابعی بزرگوار. و همچنین از جمله آداب مساجد اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وقتی صدای اذان را شنیدید، آن الفاظی که مؤذن به زبان میاره الفاظ را تکرار بکن، الا وقتی که به حی علی الصلاة و حی علی الفلاح میرسه تو بگو لا حول ولا قوة الا بالله. همچنین از جمله آداب مساجد اینه وقتی داخل مسجد شدیم، همه مسائل دنیوی، حرف زدن مسائل دنیا یا اینکه حرفهای پایین و بالای دیگر، اینها رو باید کنار گذاشت. مسجد جای ذکر و جای دعا و جای ارتباط با الله سبحانه و تعالی هست. داخل مسجد نباید کار لهو و لعب صورت بگیره. وقتی وارد مسجد شدید، اولین کاری که میکنید موبایل خود را خاموش کن. از جمله آداب مسجد هست. و همچنین از جمله آداب مساجد اینه که وقتی داخل شدیم هر جا جابود بنشینیم، از سر شانه ها عبور نشه. و از جمله آداب مساجد اینه که داخل مسجد رسول صلی الله علیه و سلم نهی کردن از اینکه انسان انگشتان خود را بشکنه داخل مسجد و یا اینکه خواب تکیه زننده داشته باشه. از جمله آداب مساجد اینه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند از جمله آداب مساجد کسی میتونه پیاده طرف مسجد بره، چون این قدم هایی که برمیداره رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند الا ادلکم علی ما یمحو الله به الخطایا و یرفع به الدرجات؟ قالوا بلى یا رسول الله. قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد. الحدیث. رسول الله میفرمایند نمیخواید شما را به کار راهنمایی کنم به این که درجات شما بالا بره، خطاهای شما محو بشه، گناهان شما محو بشه، به این که وقت وضو میسازید متوجه وضوی خود باشید و بر راه مسجد که قدم برمیدارید در هر قدمی چه کار میشه؟ گناهان شما الله سبحانه و تعالی میبخشه. و همچنین از جمله آدابی که پیرامون مساجد هست این که وقتی به مسجد داخل شدید کفشکن، جایی که کفش ها را میگذارن، کفش های خود را اونجا بمان. متوجه باش که مسجد با کفش ملوث نشه. متوجه باش که مسجد خدای نخواسته به مسجد بی عزتی و بی حرمتی نشه. مسجد خانه خداست، بیت پروردگار عالم گفته شده و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. عظمت مسجد، بزرگی مسجد، جایگاه مسجد و اینها. پس به هر حال آداب مساجد زیاد هست که باید ما متوجه بشیم که وقتی وارد مسجد می شویم نظافت مسجد را رعایت کنیم. نظافت مسجد تنها تعلق به خادم و وظیفه دار و به اینها نیست. هر انسانی که میگه من بنده الله هستم و الله سبحانه و تعالی را دوست داره، مسجد خانه خداست، پس نظافتش به همه ما ارتباط داره. پادشاه وقتی وارد مسجد میشه گدای در خانه الله است. وزیر،
پادشاهی وقتی مسجد داخل شدید متوجه باش که مسجد نظافت داره یا نه. جارو را بر بدار، مسجد را نظیف بکن. هر جا پادشاه هستی وقتی وارد خانه الله شدید گدا هستید. وزیری وقتی وارد مسجد شدید متوجه نظافت مسجد شد. ولی، قماندانی، وکیلی، هر کس که هستید، لازم نیست که یک انسان فقیر و مسکین بیچاره بیای خادم مسجد بشه ما فکر کنیم کل نظافت مسجد به این ارتباط داره. خوشا به حال کسی که خادم مسجد هست، خادم خانه خداست. پس بناهن این آداب مساجد باید رعایت بشه. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده تا اینکه این آداب را ما رعایت بکنیم. آداب وارد شدن به مسجد، آداب بیرون شدن از مسجد، آدابی که داخل مسجد هستیم، سر و صدا داخل مسجد نداشته باشیم. صدای ما نباید آنقدر بلند بشه که دیگران از دست صدای ما اذیت بشن. کسی که تلاوت قرآن داره از دست صدای ما اذیت بشه. کسی که نماز میخوانه از دست صدای ما اذیت بشه. مسجد خانه خداست. مسجد از جمله آداب مسجد اینه که ما باید متوجه باشیم که این خانه خداست. آداب مساجد زیاده. باید، چون هر کدام ما در هر منطقه خود، در هر محل خود ما مسجد داریم، این خانه به گردن ما حق داره در تمام عرصه ها. این چگونه آداب است؟ انشاءالله به قسمت بعدی ادامه آداب مساجد بیان میشه که الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده که همانطوری که رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند بهترین مکان مسجد هست و بدترین مکان بازار رو بیان میکنن. قلب مؤمن از جمله کسانی که در زیر سایه عرش پروردگار عالم قرار دارن، یک گروه کسانی هستند که قلبشان رو به طرف مسجد هست، قلبشان معلق به مسجد هست، یعنی هوش و فکر و روانشان به طرف مسجد هست. این تا اندازه 10 ادب از آداب مساجد بود که اشاره شد. انشاءالله و برنامه بعدی باز هم پیرامون آداب مساجد بیان می شود. همه شما عزیزان و بزرگواران را تا برنامه بعد به خداوند کریم و رحیم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. حياتي بالقيام أحلى وغاياتي بها عليا. حياتي بالقيام أحلى وغاياتي بها عليا. وكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا. حياتي بالقيام أحلى.